سلام عشقای من، چطوری؟ من بنیامین هستم و خیلی خوش آمده به یه ویدیوی جدید. امروز قراره بریم سراغ بازی روبلاکس که این چند وقت خیلی داخل یوتیوب وایرال شده و قراره بریم این بازی امروز تمومش کنیم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. خب ببینیم بازی از این قراره که بازی مثل این که یه جور ASMR اگه اشتباه نکنم و هر قدمی که مثل که برمیداریم یه سرعتی بهمون میده. یا عالی، این یارو چقدر سریع بود. خب ببینید از این نوع بازی من زیاد کردم، مثل که اینجوری میریم جلو و مردیم. خب رسیدیم به لول 2. این باید چیز داشته باشه. از اینا داره، از اینا داره 0 وینز. خب مثل که باید یه وین بگیریم تا بتونیم بعدی رو بگیریم. نه، 3 تا وین میخوایم. فقط بچه ها لایک کنید، من دوستتون دارم. ممنون. خب ببینید دفعه پیش اومدیم رد بشیم، نشد. این دفعه میشه. شد، دیدین؟ خب این یه وین. بریم 3 تا وین بگیریم، بعدش بیایم بریم اون کفش سرعت چیه هر چی هست رو بگیریم. امروز قرار ما این بازی رو تموم بکنیم و به همه اثبات کنیم که ما یه نوب سگ نیستیم و ما یه پرو پلیریم. تا اینجا که راحت بود. حالا خدا میدونه مرحله بعدی چیه. خب خب این از این، بریم اونو بگیریم. چون نداد بهم. چجوری میده؟ من گرفتم من اینو. خب بریم ببینیم میتونیم استیج 2 رو بریم. بابا این استیج این بازی ها واسه داشتتون ایزیه، چیزی نیست. اوی برو بر. استیج این بازی ها واسه داشتتون ایزیه. من باید اون استیج برم. خب بچه یه ذره مثل که سرعت اون بیشتر شد. این دفعه میرمش. سرگرم اون یاروه، به من نمیرسی به من. استیج این بازی ها واسه داشتتون ایزیه. چرا من میمیرم؟ باید بتونم قوی تر بشم بچه ها. چند تا استیج داره؟ وای نوسگم منو. بچه ها ریسک کنیم یا نکنیم؟ این چیه؟ برو بابا. بده نمیده. آقا تلپورت نمیشه کرد. استیج 2 تا جاممون رفت. بنیامین تو میتونی. بابا کسافت رو 2 دقیقه اینو سرگرم کنی من رد بشم. یس داشتتون قویه. تو کامنت ها بنویسیم بنیامین پرو پلیر. این دفعه دیگه میتونم. داشت اینا واسه من ایزیه. اینم میتونم رد شم. غلط کردم، نمیتونم.
برو گم شو کنار. کی فکرشو میکرد یه روز از یه برینات در برم. بعدی چقدر باز میشه؟ 15 تا. 2 دور دیگه بریم کافیه. نه 3 دور. چون فکر نکنم اینو داخل یه پارت بتونیم بریم. باید پارت 2 3 بذاریم. هدف ما داخل این بازی اینه که به استیج آخر برسیم. حتی اگه پایان استیج داشته باشه. برو گم شو کنار. برو گم شو کنار. خب یه دونه یکی میخوام کنم. خب این لول چیزشو باز کردیم. بزنید بریم. دیگه این دفعه میتونم. این دفعه میتونم. آره 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 آره. آره 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 آره. تونستم. یس. داشت اینو واسه عمرم میتونم اینو برم. اینو واسه داشتتون ایزیه. تو کامنت بنویسیم بنیامینت. ولش کن کامنت نذار اصلا. برو گم شو کنار. برو داشت واسه اینو واسه من ایزیه. من یه زمان پارکور کار بودم و میگفتم میمون درختی. نباید اینو میگفتم. 100 تو مگه سر گردن است. از این چیزا نداره. اوه بچه ها میدونم ولی شرمنده اخلاق ورزشیتون. به به سرعت. سلام داش. چاکریم. چه خبر؟ بیادب جوابمو نمیده. با 500 تا میتونیم تریل بخریم. چیزی نیست اصلا. 1 میلیون میتونیم آورا بخریم. آیتم هم که گوز نداریم. یه ریبیت بزنیم. من ریبیت هم زدم. میریم روی تردمیل. من تا برسم لول بعدی شما برین پیام مازرگانی ببینید. 2000 years later. آخرش بچه ها سرعت هم که خیلی بیشتر شد. ببین الان تاریت شلوارم هم نمیتونه بکشی بالا. نه شلوارت هم نمیتونه بکشی بالا. ای از این گوشه میشه رفت که. نه من میدونم اونجا میافتم. آها چه نظرتون میتونیم بپریم؟ آها
داشتون پارکور کار بودی زمان برام گفتم میمون درختی. کلا 2 ثانیه وقت داریم از اینجا رد چی؟ 2 ثانیه شلوارم هم نمیتونم بکشم بالا. درست. بیا منو بگیر. شلوارت هم دیگه نمیتونه بگیش بالا. تو هم دیگه شلوارت هم نمیتونه بگیش بالا. خب ببینید من که میتونم اینجا رد شم. فقط لگم حاجی شکلاته. من دکترم بهم میگفت شکلات نخور قندت میره بالا. آخ داشتون داشت قبلا پارکور کار بوده. خب تا اینجا که اومد. این لگ ما رو برد نمیکنه. خب دوستان بذار این وری بشم بگم. خب دوستان مثل که داخل این پارت نمیتونیم با آخر برسیم. ایشالا پارت دوم و تا یه ویدیو دیگه. دوستتون دارم. خدا نگهدار.